11 دی ماه 88 بیانیه مهندس میرحسین موسوی به مناسبت وقایع عاشورا و روزهای پس از آن. بسم الله الرحمن الرحیم. همواره به این جانب و دوستان گفته میشد که اگر شما اطلاعیه ندهید مردم به خیابانها نخواهند آمد و آنان از اعتراضات و مطالبات خود دست برخواهند داشت و آرامش به کشور برخواهد گشت. بنده به عنوان یک همراه جنبش عظیم سبز مردمی با این نظر موافق نبودم و میاندیشیدم که تا اصلاحات لازم با تکیه بر اصول روشن که میتوان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد صورت نگیرد، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت. برای مراسم عاشورای حسینی علیرغم درخواست‌های فراوان نه جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی اطلاعیه دادند و نه حجت الاسلام و المسلمین خاتمی اطلاعیه صادر کردند و نه بنده و دوستانم. با این وصف یک بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه‌های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خودجوش شکل گرفته است منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی‌مانند، در حالی که مردم نه روزنامه همراه و مشوق در کنار خود داشتند و نه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و بی‌طرف و منصف و عاقل بهره می‌بردند. باز همه ملت‌ها و جهانیان شاهد بودند که در میان طوفانی از تهدیدها و تبلیغات و تکفیرها و اهانت‌ها عزاداران حسینی در این روز مقدس حسین گویان به صورت مسالمت‌آمیز و بدون شعارهای تند روانه میدانها و مسیرهایی شدند که خود انتخاب کرده بودند و این بار نیز چون دفعات گذشته با اعمال تحریک‌آمیز مواجه شدند. خشونت‌های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمایان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی که امروز هویت آنها بر کسی پوشیده نیست و روز به روز پرده از چهره آنان و سرانشان کنار زده می‌شود، فاجعه‌ای را آفرید که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت بر نخواهد بست. مشاهده فیلم‌های تکان دهنده عاشورا نشان می‌دهد که اگر شعارها و حرکات جاهایی به سمت افراط غیرقابل قبول کشانده می‌شد، ناشی از به زیر انداختن افراد بیگناه از روی پل‌ها و بلندی‌ها، تیراندازی‌ها و آدمزیر کردن‌ها و ترورهاست. جالب که در بعضی از این فیلم‌ها دیده شده است که مردم در پشت چهره نیروی انتظامی و بسیجی مهاجم برادران خود را می‌بینند و در شرایط بحرانی و پر از خشم و هیاهوی آن روز سعی می‌کنند بدانها آسیبی نرسد. اگر صدا و سیما یک جو انصاف و عقل داشت می توانست برای تلطیف فضاها و نزدیک کردن مردم به همدیگر گوشه‌ای از این صحنه‌ها نشان دهد، ولی هیهات. جریان روزهای بعد از عاشورا و گسترش دستگیری‌ها و دیگر تمهیدات دولتی نشان می‌دهد که مسئولان اشتباهات گذشته را این بار در وسعت بیشتر تکرار می‌کنند و آنها می‌اندیشند سیاست ارعاب تنها راه حل است. گیرم که چند روز با دستگیری‌ها، خشونت‌ها، تهدیدها و بستن دهان روزنامه‌ها و رسانه‌ها سکوت برقرار گردید. تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می‌کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می‌نمایید؟ نگاه ملامت‌آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می‌دهید؟ با مشکلات بر زمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلیل ضعف مفرط دولت روز به روز وخیم‌تر می‌شود چه می‌کنید؟ با چه پشتوانه‌ای از کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی مؤثر سایه قطعنامه‌ها و امتیازخواهی‌های بیشتر را در سطح بین‌الملل از سر کشور و ملتمان دور می‌کنید؟ اینان میاندیشند با عقب راندن نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان و فعالان از صحنه سیاسی خواهند توانست بدون پرداختن ریشه‌ای به مسائل امروز کشور به دیروز قبل از انتخابات برگردند. اما کسانی که تاریخ را خواندند و کمی با ماهیت پیچیده جوامع آشنایی دارند می‌دانند که این تفکر ناشی از یک توهم واقع‌گریز و پناه بردن به رویکردهای کم عمق و گول زننده است. بنده به صراحت و روشنی می‌گویم فرمان اعدام و قتل و زندانی کردن کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد. سخنان روز چهارشنبه میدان انقلاب و قبل از آن نماز جمعه هفته پیش دانشگاه که توسط چهره‌های منتسب به نظام ایراد گردید، نتایج هر نوع اقدام تروریستی را مستقیما به سمت کانون نشانه خواهد رفت و گره مشکل بحران کنونی را ناگشودنی خواهد ساخت. گوساله و بزغاله خواندن بخش عظیمی از جامعه و خس و خاشاک نامیدن آنها و مباح کردن خون عزاداران حسینی فاجعه‌ای است که همکنون توسط افرادی مشخص و صدا و سیما در جامعه رخ داده است. این چه سخنرانی است که از تریبون دولتی مردم را به جنگ با یکدیگر دعوت می‌کند و یک عده را حزب الله می‌نامد و عده دیگر را حزب الشیطان. بارها در یک سخنرانی کوتاه اعلام می‌کند مردم توجه کنید جنگ است.
آیا این سخنان دعوت به جنگ و شورش داخلی نیست؟ با توجه به استفاده از اصطلاحات مذهبی و اشاره به آیات و روایات، این مراجع اعظام و روحانیون فاضل هستند که میتوانند بگویند با این گونه اشخاص چه میتوان کرد؟ آنچه به بنده به عنوان یک فرد کوچک این جامعه مربوط می شود، استقبال از هر حجمه‌ای در راه اسلام و کشور عزیزمان است و سخنان چند روز اخیر بنده را به یاد کلام امام رحمت الله علیه می اندازد که بکشید ما را، ما نیرومندتر می شویم. بنده ابایی ندارم که یکی از شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات به حق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین تر از آن شهدا نیست. بنده به صراحت میگویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران توجیهگر ادامه راه‌حل‌های سرکوبگرانه خواهد شد. اذعان به وضعیت بحرانی میتواند راه حل را نه در سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد. تهمت بیدینی و همراهی با قدرت‌های بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریان‌های منحوسی چون منافقین به فرض آنکه به حسب فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران اسلام و مردم منتهی شود، ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. من به عنوان یک دلسوز میگویم منافقین با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مرده اند. شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه‌ورزی آنها را زنده نکنید. من لازم می‌دانم قبل از آنکه راه حل خود را برای خروج از بحران مطرح سازم، بر هویت اسلامی و ملی و مخالف سلطه بیگانگان و وفادار به قانون اساسی ما و جنبش سبز تاکید نمایم. ما پیروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. ما شیفتگان حریتی هستیم که منادیش آن امام مظلوم بود. ما پیرو کسی هستیم که در قلمرو وسیع اسلامی ربودن خلخالی از پای یک زن را بر نمیتابید. ما معتقد به تفسیر رحمانی از اسلام هستیم که انسانها را با هم همکیش می‌داند و با همسانانی در خلقت نگاهی که بر کرامت ذاتی انسان باور دارد و بر نمی‌تابد که سارب او در زندان با غذایی جز شبیه غذای او نگهداری شود و یا مورد شکنجه و امثال آن قرار گیرد. بنده و دوستان عزیزم که امروز بسیاری از آنها در زندانها محبوس هستند، پایبندان سرسخت استقلال کشور هستیم و از اینکه بازار اسلامی ما تبدیل به یک بازار مکاره برای کالاهای بیگانه شده است رنج میبریم. ما به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاست‌های سوء و عدم تعبیر است مخالفیم. ما میگوییم نهاد بزرگ و تاثیرگذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پایین رفته، نمیتواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید. هم خود به فساد کشیده می شود و هم کشور را به فساد می کشاند. ما میگوییم و حاضرین در مباحثات نشان دهیم که امروز منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است. جنبش سبز مخالف دروغ است و آن را آفتی خانمان برانداز برای کشور می‌داند و از این رو دروغ‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و امثال آن را خطری بزرگ برای کشور می‌دانیم.